معلومات کامل و بسیار مهم درباره نوزاد 0 سال. نوزاد تازه تولد شده در مرحله بسیار حساس و حیاتی از رشد خود قرار دارد. در این دوران بدن، مغز و احساسات او به سرعت در حالت شکلگیری است. 1. خواب زیاد برای رشد مغز ضروری است. نوزاد روزانه 16 تا 18 ساعت می خوابد. خواب برای رشد مغز، تقویت سیستم عصبی، تنظیم هورمون‌ها و برای ایجاد احساس امنیت ضروری است. 2. تماس بدنی بسیار مهم است. کودک با تماس بدنی مادر و پدر آرام می شود، بهتر نفس می کشد، ضربان قلب و حرکات بدنش تنظیم می شود، احساس امنیت و محبت می کند. این تماس یکی از قوی ترین پایه های رشد عاطفی نوزاد است. 3. دید نوزاد محدود است، اما حساس به چهره ها هست. در ماه اول فقط 20 تا 30 سانتی متر را می بیند. چهره مادر را سریع می شناسد، به رنگ های سیاه و سفید حساس تر هست. این فاصله همان فاصله هست که هنگام بغل کردن چهره مادر دیده می شود. 4. گریه زبان نوزاد است. نوزاد با گریه معناهای مختلف را بیان می کند. 5. مغز نوزاد سریعتر از هر دوره زندگیش رشد می کند. در 3 ماه اول رشد مغز به اندازه سریع است که هر تجربه مثبت، آغوش، لبخند، صدا، مسیر عصبی مهم می سازد. هوش آینده کودک را تقویت می کند. محبت و آرامش غذای روانی نوزاد هست. 6. نوزاد توانایی تنظیم حرارت بدن ندارد. لباس مناسب بپوشد، در محیط خیلی سرد یا گرم قرار نگیرد. سرما، گرما و پوشش نامناسب می تواند او را سریع بیمار کند. 7. تغذیه منظم و مناسب ضروری است. نوزاد معده بسیار کوچک دارد، باید هر 2-3 ساعت شیر بخورد. منظم و مناسب و ضروری است. شیر مادر بهترین گزینه هست، اما اگر امکانش نباشد شیر خشک مناسب کافی است. کم غذا یا زیاد غذایی هر دوش خطرناک است. 8. محبت، صحبت کردن و لبخند موجب رشد احساسی می شود. حتی اگر نوزاد زبان را نمی فهمد، اما صدای مادر، لبخند، نوازش، بغل کردن باعث شکلگیری احساس امنیت و اعتماد می شود. 9. نوزاد رفلکس های طبیعی دارد. این رفلکس ها بخش از رشد طبیعی اند. رفلکس میکنه. رفلکس گرفتن انگشت، رفلکس پرتاب دست هنگام ترس. این نشانه ها نشان میدهد سیستم عصبی نوزاد درست کار میکند. خلاصه، در 3 ماه اول مهمترین نیازهای نوزاد عبارتند از خواب کافی، تغذیه مناسب، تماس بدنی، چشمی، احساس امنیت، محبت و توجه است. این دوره زیرساخت کلی زندگی کودک را می سازد.